جوانهامون در معرض تبلیغات مضر هستن. بعد این رو ما قبول داریم که همین واقعیتی است. این تبلیغات مضر از روزنه های مختلف صدا میاد، صداهای گمراه کننده به گوش میرسه و این جوان این وسط میدان محاط به این صداها و به این تصویرهای فریبنده و اغواگره. احتیاج داره به این که یک شاخصی به او نشون داده بشه. این شاخص رو جمهوری اسلامی و نظام اسلامی میتوانه نشان بده. این رو باید توجه کرد که وقتی ما از امکان انحراف نسل جوان میگیم، از ظرفیت و امکان هدایت و رویش نسل جوان مؤمن هم بگیم. امروز در نظام ما اینجوری، شما ببینید خب این همین شهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید، شهید حججی، اون یه جوان از همین جوانهای امروز دیگه. این هم یه جوانی است در سن 25 سالگی. یعنی همین اینترنت و همین عرض کنم که کانال‌های اجتماعی و همین روزنه‌های اغواگر صوتی و تصویری و همه جوری این جوان رو هم احاطه کرده دیگه، مثل هزاران جوان دیگری که احاطه کرده. اما این اینجوری از آب در میاد. حالا البته شهید حججی خدای متعال مثل یه حجتی او رو امروز در مقابل چشم همه گرفت، اما زیادند کسانی که این احساس، این انگیزه، این ایمان در اونها وجود داره. این رویش های جدید انقلابی و اسلامی رو نباید دست کم گرفت. اینا خیلی با ارزشن، قدرشون رو باید دانست. به بنده نامه هایی نوشته میشه از طریق ارتباط مردمی برای همین حضور در جبهه های جنگ. جبهه جنگ در کجا؟ در سوریه، در حلب. هم تو هی نامه می‌نویسن، التماس میکنن. بعضی ها خودشون التماس میکنن، بعضی ها والدینشون التماس میکنن که جوون ما خیلی بیتابی میکنه، بارا میکنه، شما اینا رو بفرستید مثلا. یعنی این خب چیزای اینا پدیده های باور نکردنی است. یعنی اگر واقعا اینا رو نقل میکردن برای ما از یک زمان دیگه، خودمون ندیده بودیم، با آسونی حاضر نبودیم باور کنیم اینا رو. اما در زمان ما داره اتفاق میفته. این چه عاملی است که این جوان رو وادار میکنه که عشق به جهاد و عشق به دفاع از ارزش‌ها، اون رو از زن و زندگی و خانواده و بچه و پدر و مادر و راحتی و شغل و همه چی بکنه و بفرسته به هزارها کیلومتر اون طرفتر و در خارج از مرزهای کشور برای مبارزه با دشمن. اینا رو نباید ندیده گرفت.